دوستان عزیز، ما میخواهیم که امروز آموزش فالوور جمع کردن رایگان را برای اینستاگرام برایتان آموزش بدیم. امید است که ویدیو را شیر و به دوستانتان معرفی نمایید و چینل ما را سابسکرایب نمایید. اول ما میایم سر یک سایت رایگان چی از تلگرام است که برای ما فک میل میده. ما اینجا ایره کلک میکنیم و بعد از او ما یک دانه ایمیل میخوایم بگیریم. اینجا میایم یک ایمیل جدید میگیریم. میایم get a new fake mail ID کلک میکنیم و صبر میکنیم که برای ما یک ایمیل بده. اینجا at hido.in ایره میزنیم. بعد از اون منتظر میباشیم که برای ما ایمیل بده. اینجا که ایمیل برای ما داد، اینجا را کلک میکنیم، فقط ایمیل برای ما کپی میشه. ایمیل کپی شد برای ما. مستقیم میم سر اینستاگرام باز میکنیم، یک اکانت اینستاگرام فیک میسازیم. اینجا میم یک اکانت اینستاگرام فیک میسازیم. سویچ اکانت کلک کنین، بین اینجا ساین اپ بگین، چند دقیقه صبر کو. اینجا باز ایمیل، از روی ایمیل ما پیش میریم، ایمیل پاک میکنیم، ایمیل که ما از اینجا کپی گرفتیم میایم اینجا پیست میکنیم. سر نکست کلیک کنین، منتظریم باشیم کد برای ما بیاید. کد این تلگرام برای ما کد میاد، نمبر کد وارد میکنیم اونجا. یعنی کد برای ما آمد 851 634، یعنی 851 634. کلیک میگیم، نکست میگیم. این اکانت ما به نظرم که ساخته شد. نامش میمانیم احمدی یعنی احمدی. اینجا یک پسورد انتخاب میکنیم، 0790 65 83 88. ما اینجا پسورد انتخاب کردیم. اینجا میگیم continue without. اینجا تاریخ تولدش انتخاب میکنیم 1988. یعنی اینجا میگیم next، میگه که این نام صحیح است، میگیم که بله. اینجا next که زدیم PHUJICEU. منتظر میباشیم برای ما باز شوه. اینجا یک عکس باید بگذاریم، بدون عکس نمیشه خواه. یعنی اینجا قطع عکس مثلا ما میخواییم که بگذاریم، از کجا باشه، از کی باشه. یعنی اینجا یک عکس انتخاب میکنیم، یعنی یک عکس انتخاب میکنیم، صبر میکنیم که تا گزینه بعدی برای ما باز شوه. اینجا نکست انتخاب کنیم. اینجا که نکست انتخاب کردیم ما اینجا باز میم سر لینک کلیک میکنیم، لینک که فالوور که رایگان میده. اینجا پیش ما لینکش هست، اینجا لینک کلیک میکنیم، مستقیم بریم در کروم، از کروم وارد میشیم. یعنی اینجا میزنیم گروریس. اینجا اول زبان انتخاب میکنیم، زبان فارسی برای ما بهتر است. اینجا که است نام کاربری رو انتخاب میکنیم. PHO
من ما وارد کردیم CEU، رمزش هم میزنیم وارد میکنیم. منتظر باشین. این سایت برای ما باز شد و ما اینجا سر 200 فالوور کلیک میکنیم. اینجا مثلا نام اینستاگرامی که ما میخوایم فالوور داخلش اضافه کنیم وارد میکنیم. این صوف اینو به نام خودم وارد میکنم. اینجا میم باش که ما بریم سر اینستاگرام اصلی خود، اینستاگرام باز کنیم. صوفی یعنی ما رو بازش کردم. یعنی اینجا میم سرزی یعنی نام ما اینجا است، فیزا که تخارینش هست. 35 فالوور هم داریم دیگه، 35 فالوور هم زیاد نداریم. میم اینجا استارت میگیم، اینجا 200 میزنیم و استارت میگیم. صبر میکنیم تا برای ما فالوور ارسال شوه. یعنی ما میگیم اینجا 35 فالوور است، نه چند دقیقه صبر میکنیم. یعنی 37 شد، 39 شد. صبر داشته باشین. 40 شد، 42 شد. یعنی 42 43 شد، 45 47 48. و می شکل دیگه میتونین که هر دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد یا 5 هر فالوور که زدین میتونین که یک اکانت جدید جور کنین و درست کنین، باز بیاین وارد سایت برنامه شوین و از استفاده درست کنین. بخیر و سلامت باشین، زنده باشین، ویدیو را شیر نمایید.